سلام كمسك الختام. پدر جان، چند نمودی پاکیزگی هست. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. پسر جانم، پاکی، تازگی، این پاکی اخلاق، رفتار، لباس و محیط اطراف از فساد می باشد. دو نمودی پاکیزگی موجود است. یکم پاکی جسمانی، دوم پاکی اخلاق. اکنون بیا پسر جانم درباره پاکی جسمانی کمی بر تو معلومات دهم. در دین مبین اسلام خون، پیشاب، چرک و غیره که در آنها میکروب ها انکشاف می‌یابند ناپاک یعنی حرام حسابیده می‌شوند. پاکی طبیعی این پاکی بدن، لباس و محیط اطراف می باشد. برای رعایت کردن پاکی طبیعی عملهای زیرین را باید رعایت کرد. یکم تازگی بدن. پوست پا از تأثیر عرق و دیگر چرک ها ناپاک می گردد. در نتیجه میکروب ها در پوست انکشاف یافته تن را ناسالم می گردانند. واسطه بهترین تازه‌کنی پوست از چرک و میکروب ها این استفاده بردن صابون می باشد. بنابراین برای نگهداری نعمت بزرگ خداوند که سلامتی است باید در یک هفته حداقل یک مرتبه حمام کرد. غیر از این پیش از هر عبادت باید بدن را از پیشاب، نجاست، خون و ریم تازه نمود. دوم تازگی دستان. ما بیشتر با دستان کار میکنیم. بنابراین نسبت به دیگر عضوهای بدن آنها بیشتر افلاس میشوند. چرک دستان مکان میکروب ها شده با خوراک میتوانند به بدن ما وارد گردیده باعث بیماری شوند. از این رو برای نگهداری سلامتی پیش و بعد از خوردن طعام باید دستان را شست. این چنین هنگام از حاجت خانه برگشتن نیز دستان را شستن ضرور است. سیوم تازگی روی. روی نیز به مثل دستان جای بیشتر چرکین می شدگی می باشد. شستن آن ماندگی و درد سر را برطرف نموده به ما سبکی و نمودی تازه می بخشد. بنابراین روی را زود شستن لازم است. چهارم تازگی دهان و دندان ها. باقی مانده طعام اساساً در دندان ها و خولگی آن در می ماند. اگر زود دندان ها را تازه نکنیم باقی مانده های غذا باعث افزایش میکروب ها شده سبب پیدایش درد دندان و بوی بد دهان می گردند. دندان های بیمار در نوبت خود باعث کسلی های بادامک ها، معده، دل و دیگر عضوهای داخلی می شوند. برای همین دندان ها را نه کمتر از 2 مرتبه در یک روز باید شست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند مسواک دهان را تازه نموده روزگی الله تعالی را به بار می آورد. روایت نسائی. پنجم تازگی پایها. پایها تمام وزنینی بدن ما را به خود می بردارند. پوشیدن پای افضل باعث عرق کنی پایها و ما بین انگشت های آن می گردد. بنابراین ما باید پایها و ما بین پنجه های پای را دائم شسته و برای از کسلی های زنبوروغی ایمن بودن پایها را دائم بعد از شستن خشک کنیم. جوراب های تازه و پای افضل تازه پوشیم. ششم تازگی ناخن ها. پاکی دست و پای با تازه کنی ناخن ها به آخر می رسد. باید در نظر داشت که چرک زیر ناخن ها دارای میکروب های زیادند. دستان دائم به دهان، بینی، چشم و دیگر عضوها رسیده می ایستند. برای همین ناخن ها برای این عضوها خطر کلان دارند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ناخن ها را گیر
در زیر آنها چرک جمع می شود که به سلامتی خطرناک است. روایت دیلمی. هفتم، تازگی لباس. لباسی که ما را از سردی و گرمی محافظت می کند با مرور وقت افلاس شده به ما و اطرافیان ضرر می رساند. برای دور شدن از میکروب ها باید دائما لباس هایمان را شوییم. هشتم، تازگی غذا و نوشاکی ها. میکروب ها اساساً به بدن ما به واسطه نوشاکی ها و غذا می درآیند. برای نگاه داشتن سلامتی ما باید تنها میوه و سبزیجات های شستگی را استعمال نماییم. اینچنین به تازگی دیگ و طبق و کاسه، غذا و نوشاکی دقت جدی دهیم. نهم، تازگی محیط اطراف. تازگی محیط اطراف از تازگی خانه ما، کوچه، محله، مکتب، همه آنچه که ما را احاطه کرده است تا تازگی هوایی که ما نفس میکشیم وابستگی دارد. تازگی محیط اطراف برای سلامتی انسان و تمام موجودات زنده خیلی مهم است. پسر جانم، اینچنین ما باید محیط اطراف را تازه نگاه داریم تا که دیگران را ناراحت نگردانیم. دین مبین اسلام این را از ما طلب می نماید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: شخص در راه با شاخه خار پیشپا را خورده آن را یک طرف گذاشت، از همین سبب الله تعالی از او راضی شد و او را بخشید. روایت مسلم. فرزندم، اکنون بیا درباره پاکی اخلاق کمی بر تو معلومات دهم. پاکی اخلاق پاکی دل، حس و طینت را در بر میگیرد. پاکی اخلاق از دو قسم عبارت است. یکم، پاکی قلب. فرزندم، این را بدان، جمعیتی که اساس آن را شخصان فطرتاً و اخلاقاً پاک تشکیل می کنند خوشبخت و با برکت است. برای آنکه جمعیت ما خوشبخت گردد ما وظیفه داریم که از معن کرده های خدا به مثل خودپرستی، مینوشی، دروغگویی، ریاکاری، حسدخوری، تهمت، رفتار ناشایسته، عادت بد و غیره دل خود را پاک نگاه داریم. از تکبر، حقیر شماریدن، نفرت، بدبینی، ظلم باید دوری جوییم. در این باره خداوند چنین میگوید: در حقیقت کسانی از عذاب خلاص می شوند که روح و قلب خود را تازه نموده اند. سوره شمس آیت 9. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: دانسته باشید که در تن پاره گوشت هست. اگر این پاره گوشت سالم باشد تن سالم است و اگر این پاره گوشت مریض باشد تن مریض است. به درستی این پاره گوشت دل می باشد. روایت بخاری. فرزندم، دوم، این پاکیزگی در وقت رسم و مراسم ها. این طهارت و غسل در وقت های لازمه می باشد. با عباره دیگر گوییم این دور کردن آن مانعه های است که سد عبادت می گردند، یعنی پاکی از حدث که آن را پاکی قلب و روح. این بود درس امروزه. منتظر درس های بعدی باشید. نوار و به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند. شکرگزاری میکنیم که نوارهای ما را تماشا میکنید. این را فراموش نکنید که دستگیری شما سبب پیشروی کانال است. پس به کانال آبونه شدن را فراموش نکنید. الان زیاده از 80% تماشابینان به کانال آبونه نشده اند. پس به کانال آبونه شوید و دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.